سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که عالی باشید، مشتی باشید. به هر خان که نشستم خدا رزاق بود. فصل پنجم رو با یک انرژی خیلی خاصی شروع میکنیم. انشالله که اتفاقات خیلی خوبی در آینده براتون بیفته. این طراحی سایت رو کامل یاد بگیرید، سایت خودتون رو بیارید بالا، پروژه بگیرید، فروش داشته باشید و ما بسیار خوشحال بشیم این وسط از پیشرفت شما. فصل پنجم میریم که افزونه نصب کنیم، افزونه فروشگاه ساز یا ووکامرس رو نصب کنیم. اصلا بهتون بگیم ووکامرس چیه، تنظیماتش رو انجام بدیم، پیکربندیش رو انجام بدیم. اینا رو میریم انجام میدیم با هم. خیلی مهمه، چرا که مهمترین افزونه وردپرس ووکامرسه. یعنی شما اگه بخواید فروشگاه بسازید، حالا فروشگاه محصولات باشه، فروشگاه فایل حتی باشه، نیاز دارید که ووکامرس رو نصب کنید. وقتی که نصب کردید میتونید این کارا رو انجام بدید، فروشگاه بسازید و حالا بریم جلوتر بیشتر متوجه بشید. حالا ما میریم یه سری از مسائل جلسه گذشته موند، حالا اونا رو یه توضیح کوتاه میدیم در مورد تفاوت برگه و نوشته. بعدش بریم ووکامرس رو نصب کنیم و آماده کار بشیم. قبل از هر چیزی گوشی ها رو حالت پرواز، ومپ رو اجرا کنید و استارت کار رو بزنید. دقت ها و حواس ها اینجا، حواس که نه حواس، ببخشید. خب بریم برای ران این جلسه. خیلی خوب، حالا ما تبای جلسه قبل رو ببندیم فعلا. اینجا هم که بهتون توضیح دادم. اما نوشته نگاه کنید، ما 2 تا 3 تا نوشته برای تست اضافه کردیم. سایت رو یک قالبی علل حساب گرفته بودیم اگه حواستون باشه. حالا ما نوشته که اینه، متوجه شدید؟ حالا ما میخوام برگه اضافه کنیم. برگم اضافه میکنیم. بعد که کاملا متوجه شید، وقتی اضافه کردیم متوجه شید تفاوت برگه و نوشته، فرم ساختنشون، فرم اضافه کردنشون یکیه، همون گوتنبرگه. خب حالا ما برگه مثلا تماس با ما رو میخواد، ببخشید، برگه حالا صفحه اصلی رو میخواد بزنیم، مای ایر پادز مثلا. خب برگه صفحه اصلی. خب صفحه اصلی ما هر چی باشه، فعلا نمیخواد طراحی کنم، فقط میخوام یک صفحه بسازم. اینجا سایت تخصصی فروش ایرپاد و هدفون بلوتوثی هست. این از مثلا. حالا ما یه عکس هم اضافه کنیم. اینجا هم عکس اضافه کردن تصویر یاد بگیرید. حالا ما انشالله بریم جلوتر، طراحی حرفه‌ای بهتون آموزش میدم. حالا اینو به هر حال میگم که ما فعلا یه دونه برگه‌ای داشته باشیم. حالا مثلا من این اتوپلاس رو اضافه کنم. این فایل های چیه؟ ما یه ایرپادز ادیت کردم، وسط چینش میکنیم. نگاه کنید، 2 تا گزینه تو این آپدیت جدید اضافه کرده، خیلی جالبه، خیلی عالی، قبلا اینو نداشت. خب ما عنوان اضافه کردیم، یه توضیح کوتاه، یه دونه تصویر و حالا مثلا یه دونه نوشته دیگه مثلا اضافه میکنیم. حالا مثلا هدفون JBL. حالا اینم میتونیم حالا تگ پاراگراف گرفته تیترش کنیم. نگاه کنید، اینا رو جز به جز توضیح میدم براتون. این تگا چیه، H2 چیه، H3 چیه، H1 چیه، اینا رو به وقتش براتون توضیح میدم. فعلا گفتیم کلیات رو بگیم که توی جزئیات نمونیم. 1-2 جلسه کلیات رو کامل بهتون بگیم که شما هر چند ناقص یه دونه سایت بیارید بالا. بعد میریم چکش کاری میکنیم. اینایی که طراحی کار کردن میدونن، اونایی که نقاشی کار کردن میدونن. یه دونه چارچوب میکشه، مثلا یارو میخواد یه دونه چهره بکشه، یه دونه بیزی میکشه، یه 2 تا بیزی کوچیک، عین یک نقاشی بچگانه.
المانا رو میچینه، مثلا چشم و ابرو و دماغ، دهن به صورت کلی و گردی صورت رو میکشه. بعد میاد لول بعدی یه خورده جزئیات اضافه میکنه. لول بعدی یهو میبینی یه دونه طرح بسیار زیبا اومده بیرون. ما هم هدفمون همینه، فعلا آروم آروم کلیات رو یاد میگیریم، بعد میریم جلوتر، جزئی تر. ما قرار نیست تو 4 جلسه جمع کنیم بریم که فقط بگیم ما هم دوره طراحی سایت رایگان داریم. نه، این قرار نیست. قرار ما کامل بگیم. اگه قرار شما از ما آموزشی بگیرید، چرا نصف و نیمه؟ هم به نفع شماست کامل بگید، هم به نفع من. به چند علت: 1 رفقای بیشتری جذب میکنم، 2 رفقا بعدا میشن همکارم، مشتریم. اینا همه جزء هدفها هست و آدم صادقانه حرف بزنه همیشه دوستاش بیشتر میشه. خب ما یه دونه برگم ساختیم، انتشار میزنم. حالا بهتون گفتم میتونیم زمان بندی کنیم نوشته ها رو. برگم همون کار رو میتونیم انجام بدیم. اینجا نگاه کنید، قابلیت مشاهده رو میتونید حتی خصوصی بذارید یا مثلا عمومی که همه ببینن، خصوصی فقط برای مثلا یه عده‌ای. حالا یا مثلا رمزگذاریش کنید که مثلا حالا اونایی که میخوان بخش پولی توی سایتشون را بندازن میتونن از این افزونه هم استفاده کنن. مثلا این محافظت شده با رمز عبور رو شاید شما توی چی نداشته باشید، توی ویرشگر قدیمی. انتشار بی‌درنگ یعنی همین الان منتشر کنه یا بیایم زمان براش تعیین کنیم. نه، میگم همین الان منتشرش کن، فعلا کار باش داریم، نمیخوایم تایم براش مشخص کنیم. خب ما برگه اضافه کردیم. تنظیمات یادتونه که ما میخواستیم صفحه اول رو انتخاب کنیم، یه دونه خطا داد اینجا، اینم خطاش هست. این دوتا برگه نمیتونه یکی باشه. الان یه دونه برگه ساختیم. نگاه کن، مای ایرپادز اون چیزی بود که نامگذاری کردیم. ذخیره این صفحه اول ماست، شد همونی که طراحی کردیم. دیدید نوشته هم رفتن. حالا ما میتونیم نوشته ها هم خودکار اضافه کنیم، میتونیم اضافه هم نکنیم. اون دیگه بسته به خودتون داره که اضافه کنید یا نه. دیگه اینجا نیست که بگید مثلا آخرین نوشته هم اضافه شه. نه، اینو دیگه باید برید توی طراحی اضافه کنید که اونو ما توی طراحی صفحه کامل بهتون میگیم. خب حالا صفحه رو اضافه کردیم. نگاه کنید این شد برگه. مای ایرپاد شد یه برگه. خدمتتون عرضم نوشته شد. حالا گفته که برگ نمونه هم بشه برگ نوشته همون. برگ نمونه رو از کجا بیاریم؟ ما هیچ نه دکمه‌ای گذاشتیم نه چیزی. نگاه کنید ما هر سایتی که بریم یه دونه فهرست داره که مثلا میدونه دسته‌بندی، بلاگ، فلان، هر چیزی. دسته‌بندی ها رو از کجا اضافه میکنیم؟ ما نوشته اینجا هست، نوشته. میتونیم نوشته هامون رو تقسیم بر چند تا دسته‌بندی کنیم. مثلا دسته‌بندی اپل، سامسونگ، شیائومی، لنوو. خب یا مثلا کتاب میفروشی، کتاب موفقیت، کتاب انگیزشی، کتاب مثلا روانشناسی کودک، روانشناسی بزرگسال. اینا میشه دسته‌بندیاتون حالا به صورت کلی. خب دسته‌بندی ها رو حالا که ساختی، ما میتونیم دسته‌بندی ها صفحه ها رو بذاریم به عنوان یه دونه منو. یه دونه منو ما میخوایم اینجا بسازیم. بذار منو هم سریع بسازیم. توی نمایش میرید فهرست ها. خب اول باید یه دونه اسم براش تعیین کنیم. من فعلا یه دونه به اسم اصلی میسازم و ایجاد فهرست رو میزنم. اومدم نمایش فهرست ها، یه دونه نام اضافه کردم، تموم شد. خب حالا میخوایم بهش برگه اضافه کنیم. خب یا حالا صفحه چیزی، فعلا چیز خاصی نداریم. ما الان کل برگه هایی که ساختیم، یه دونه مای ایرپاد ساختیم، یه دونه برگه نمونه هم که خودش داشت افزودن به فهرست. خب اینجا مکان فهرست کجاست؟ ما حالا میگیم توی فهرست اصلی نمایش داده بشه. فعلا ذخیره میذاریم. جریان این مکان فهرست ها اینه که یه دونه فهرست اصلیه که الان ما رفرش بزنیم
دیدید فهرست اصلی اومد اینجا نمایش داده شد. خب بعد حالا مثلا ما میگم همین یه دونه فهرست هم توی فهرست دوم و افقی نمایش داده بشه. اینا رو بسته به اون قالبتونه که پشتیبانی کنه یا نکنه. 1 2 مثلا حالا ما یه دونه قالب اضافه کردیم رایگان، اون خودش از این مکانها پشتیبانی میکنه. حالا بذار اینم چی کنم که بیشتر متوجه شید. یا کنید الان یه دونه باید افقی هم اضافه شده باشه که اونو باید توی چی بیاریم. اضافهش نکرد هنوز. حالا کاری نداریم، اونم توی جزئیاتی که خواستیم توضیح بدیم بهتون میگم کامل. یا میتونیم برای موبایل هم به صورت اختصاصی یه دونه فهرست بسازیم. نگاه کنید یک فهرست جدید جداگانه میتونیم بسازیم. حالا ما نوشته ها رو گفتیم، برگه ها رو گفتیم. نگاه کنید الان مای ایرپادز یه دونه برگه است، برگه نمونم که نوشته ها قرار بود بیاد توش که نیومده. چرا نیومده؟ بریم توی تنظیمات ببینم جریانش چیه. تنظیمات خواندن گفته که نوشته ها بیاد توی برگ نمونه. چرا نمیاد؟ باید این ایرادو رفع کنیم. 404 اومد. بریم تو برگه ها ببینیم برگ نمونه جریانش چیه. احتمالاً یک ایرادی برگ نمونه داره. ویرایش بزنیم ببینم. شما در حال ویرایشی هستید؟ بله میدونم. برگ نمونه این یک برگ نمونه است. خب میدونم اینا رو که اوکیه. بذار یه برگ جدید ایجاد کنیم به اسم برگ وبلاگ. خب این ایرادایی که پیش میاد حین آموزش من اینا رو حذف نمی کنم. از ویدیو میتونم حذفش کنم، ولی خب بدونید این مشکلات پیش میاد. حالا من یه دونه برگه میسازم به اسم وبلاگ، همین انتشار. اوکی، فقط شد وبلاگ. حالا وبلاگتون هر چی میتونه باشه. دوباره میرم توی تنظیمات، خواندن، برگ نوشتن بشه چی؟ وبلاگ. اوکی، ذخیره میزنم. خب حالا میام به فهرستم هم اضافهش میکنم. میام توی چی؟ نمایش فهرست ها. خب فهرستمون اصلی میخواد یه دونه برگ ساخته بودیم دیگه، برگ وبلاگ بود. افزودن به فهرست، به فهرست اضافه شد. ذخیره. خب ذخیره شد. یه دونه رفرش. وبلاگ، اینم وبلاگ ما اضافه شد و نوشته ها بهش اضافه شد. حالا این برگ نمونه فکر کنم این برگ نمونه که مال پیش‌فرض خود وردپرسه. چرا اضافه نشد نوشته ها بهش؟ چون حالا ایرادی پیدا کرده. ایرادم کدنویسی احتمالاً و چون مال خود پیش‌فرض وردپرس بوده قالب پشتیبانی نکرده، خطای 404 داده. این خطاهایی که میبینید ما کلی بهتون بگم، 404 مربوط به خود سایت، خطاهای 501 503 و اینا مربوط به سرور سایت. اینا هم کلی بدونید. حالا سعی میکنم توی جلسات آخر این ریزنکاتم اگه انشالله یادم نره حتما بهتون بگم. اگه نبود توی دوره بهم تذکر بدید که ویدیوشو ضبط کنم کل این خطاها رو بهتون بگم جریانش چیه. خب فهمیدی چی شد؟ الان ما این برگه ها رو داریم. نوشته ها اینم شد نوشته. یکی 2 تا 3 تا بسازید میاد دست. خب حالا ما یه دونه سایت داریم. ما قرار بود فروشگاه بسازیم. ما میخوایم فروشگاه، حالا محصولات فیزیکی، حالا هر چیزی. فروشگاه رو ما با چی میاریم بالا؟ با یه دونه افزونه. بهتون گفتم افزونه ها میان کمک دست ما باشن که این سایت ما پیشرفته تر بشه. اون افزونه‌ای که به ما کمک میکنه که فروشگاه بسازیم بهش میگن ووکامرس. میریم توی افزونه ها افزودن میزنید، میایید
این قسمت پیشخوان وردپرس، همینجا فارسی بنویسید چون فارسی شده ووکامرس. فارسی بنویسید خودش میاره بهتون، پیشنهادش هم میده. دو تا افزونه اینجا میارید، یه دونه ووکامرس اصلی، یه دونه هم ووکامرس فارسی شده. دو تاش هم میزنید نصب که میزنید دانلود میکنه. ووکامرس فروشگاه سازه، ووکامرس فارسی هم خب فارسی سازشه. بعضی جاها نیازه که ما بعضی چیزا رو شاید درست و حسابی یا اون باب ایمیل ما ترجمه نکرده باشه، با استفاده از این ووکامرس فارسی مشکلات ریز رو رفع میکنه. حالا ما اینا رو نصب کنیم. نکته‌ای که بهتون بگم، هر قالبی که شما نصب کنید یه سری افزونه پیشفرض داره. این پیغام رو میبینید اینجا، شما شاید این پیغام رو نبینید. خب یه قالب دیگه نصب کنید، هر قالبی یک پیغامی بهت میده، میگه فلان افزونه رو نصب کنید. چند تا افزونه هست، همیشه نیاز چند تا قالب هست، میگه اون افزونه ها رو نصب کنید و شما باید نصب کنید که از اون قالب بتونید درست حسابی استفاده کنید. حالا ما یه دونه قالب به اصطلاح رایگان پیشخوان حالا انگلیسی شده گذاشتیم، فقط اضافه کردیم. همین، ما فقط خواستیم اضافه کردن قالب رو بدونید. الان ما ووکامرس رو اضافه کردیم. بخش اول این جلسه رو با فعال کردن ووکامرس فارسی و ووکامرس اصلی رو تموم میکنیم. خدمتتون عرضم، حالا نگاه کنید ما 2 تا دانلود کردیم ولی فعال نکردیم. بخواید 2 تا افزونه رو با هم فعال کنید، این کار انجام میدید. میایید نگاه کنید، الان ووکامرس فارسی 2 تاشو تیک میزنید. بخوایم چند تا افزونه رو با هم فعال کنیم. خب حالا ما زده هرزامه 3 تا هستن با هم میخوایم فعال کنیم. 3 تا رو تیک میزنید، فعال نمایید. اینجا برای کارهای دسته جمعیه اجرا رو میزنید. و الان هر 3 تا افزونه برای ما فعال میشه و همین راحتی. خب شما وقتی افزونه ووکامرس رو نصب میکنید اتوماتیک وارد این صفحه میشید. خب این جلسه اول فصل 5 اینجا تموم میشه. برید یک استراحتی کنید، بیاید برای جلسه دوم.